تابستون روی این لوکه یا تختی که شبا روش میخوابن تو حیاط بودم، دیدم گوشه حیاط یک گاراژ مانندی، یه سقف ایرانیتی، ننم گالون گذاشته کنار درام و هی تلمبه میزنه که نفت بکشه. گاه اصلا به این فکر نکردم که تو چله گرما ننم نفت میخواد چه بکنه. از همونجا رفتم سمتش، گفتم دیگه همه چی تو هم شد، دیگه خراب نکن دیگه، نفت مالمونن، بگو نفت میخوام تا بیارم. بعد میری میشینه میگه کمرم دردن، گاه همین هینم عدش گرفتم. بعد میری میشینه میگه کمرم دردن، من ناراحت میشم کمرت درد باشه بعد خوت نمیبره شو ناله میکنی. بگو نفت میخوام، بگو نون میخوام، چی که میخوای بگو. گاه حالا ما دارم این حرفا میزنم و ننم یه جور منگی که اصلا نمیفهمم، یعنی چند تا داره نگاه میکنه، نگاه گالون میکنه، نگاه بشکه میکنه، نگاه من میکنه. گفت نفت کشیدم بهش دادم. گفت سالها بعد عمم گفت ننت اون روز میخواسته بره خوش تش بزنه و تو که اینطوری گفتی به خاطر تو موند. و بعد فکر کردم اینقدر ما میتونیم رو هم مؤثر باشیم، یه بوقی که ما سر چاران نزنیم اینقدر حال او خوب میشه و اگه بزنیم اینقدر سرما میره تو وجودش. یه نهیبی رو میتونی به تأخیر بندازی، یه تشویقی رو میتونی درش تعجیل کنی. یه آدمی میخواد بره خوش تش بزنه، ممکنه 3 کلمه تو 3 جمله تو سرنوشتش عوض کنه. و بعد دیدم چه چیز عجیبیه، یک روزی این مادر این بچه رو از رحمش زاییده که 11 سال بعد دوباره اون اینو به دنیا بیاره. یعنی انگار در آفرینش هم با هم یک شده بودن و چیز عجیبی بود.